موسیقی بیماری قند میاره، کمخونی میاره، غلظت خون میاره، میگرن میاره، یبوست میاره، قولنز روده میاره، ضعف حافظه میاره، ضعف بینایی میاره، ژنتیکی تغییر در بدن ایجاد میکنه، نمیذاره از بدن عفونت دفع بشه، غلظت خون میاره، غلظت خون بالا میبره. موسیقی رو عزیز بداریم. موسیقی چیزی کمی نیست. موسیقی رسالتش رسالت انبیاست. اگه بگن موسیقی چه سرویسی میده، سرویس لهو و لعب قرار نیست بده که موسیقی رو با لهو و لعب یکی کردن. و همجهت هم میگن موقع اذان که اصلا نباید بزنن. اصلا موسیقی یکی از موارد کاربردش اذاست که من آروم بشم. موسیقی میزنن که روح انسان رو به ابدیت متصل میکنه. وقتی موسیقی خوب میزنن معنیش اینه که تو قصه نخوری. درسته که من موسیقی عزا میزنم، ولی تو بایستی که این آرام بشی. بهت دارم میگم که این رفت به آسمان ها، رفت پیش پروردگارش. فکر نکنی که رفت زیر خاک. تو با این موسیقی پرواز کن و بیا دنبال ما تا من بهت نشون بدم که کجا بردنش. موسیقی اینو داره میگه.